مرغوب ترین کشمش ایران را تولید می‌کند. علاوه بر اینکه ما با کیفیت ترین انگور و کشمش کشور رو داریم، حدود 25% تولیدات کشور رو هم به خودمون اختصاص داریم. روزهای سرد سال که می شود کار و تلاش ملایری ها نیز بیشتر می شود تا گرمای این کشمش ها گرمای جان و تن مردم نیز باشد. مجموعه خروجی صادرات کشمش از ملایر حدود 50,000 تن هست. اما کشمش این شهر جهانی چند سالی است که در کشمکش مشکلاتی است. الان حملی که باغدار ما انجام داده، این کشمش به صورتی سبزی و با کیفیت، یعنی 1 ماه دیگه 40 روز دیگه شیرش در میاد. الان این گونی‌های کشمش حدود 40 روزی هست که در این کارخونه انبار شده و همینطور که می‌بینید شیرش در اومده و اون کیفیت لازمو نداره. ما الان دپو نمودن کشمشمون تو کارخونه دار 61 کارخونه سورت و بسته‌بندی کشمش داریم مشکل داریم که این اشکال جدی داره به دلیل اینکه بافت فیزیکی کشمش آسیب می‌بینه در اثر فشار و اینها. گلایه کارخانه داران حرف دل باغداران نیز هست. باغدارانی که خشک کردن انگورها رو از چند ماه پیش آغاز کردن. ما بسته‌بندی نمی‌کنیم، ما فقط به صورت فعله تو گونی‌های 50 کیلویی که این بزرگترین مشکل باغدارای ایران و ملایر، مخصوصا ملایر. نه بس انگور سبزش کشمشش بریزه توی گونی کیفیتش بیا پایین. محصول منه که جمع کرده اومده تو گونی، ببین چگاه شده. سالم و کیفی ماندن محصول کشمش در گروه راهکارهایی است. چنان که ما انگور تو سبد میریزیم، کشمش هم که خوش میشه اونم تو سبد جابجا بشه و منتقل بشه به کارخونه. هر چقدر کشاورز امکاناتش بیشتر باشه، بتونه تمیز جمع کنه، کارخونه دارن بهتر میتونه بسته‌بندیش کنه. پس برای اصولی جمع کردن کشمش ها به سبدهایی نیاز است که جلوی ضایعات 20% کشمش ها گرفته شود. به هر حال وقتی در گونی استفاده میشه معمولا اینها به صورت فشرده منتقل میشن و باعث میشه که هواخوری بین این ذرات کاهش پیدا بکنه. خودش باعث افزایش رشد میکروارگانیسم ها و قارچ های مختلف میشه که یکی دیگه یعنی بعد از کارنسسم این یکی دیگر از عواملی هست صادرات ما رو با مشکل مواجه میکنه. قیمت هر عدد گونی 1500 تومانه، در حالی که تهیه سبد برای کشاورز 45,000 تومان آب میخوره که این مشکل یا با دادن تسهیلات به کشاورز حل میشه و یا اینکه خود کارخونجات کشمش بیان از ما تسهیلات ارزان قیمت بگیرن و سبد تهیه کنن در اختیار باغدارا قرار بدن. ایران با رتبه 3 در جهان سهم 13% صادرات کشمش رو داره که اگر مشکلاتش برطرف نشه سودش نصیب کشورهای رده پایین خواهد شد. ناهید روحانی، خبرگزاری صدا و سیما، ملایر، شهر جهانی انگور.